سلام یک دنیا درود. خوش اومدید به قسمت سوم از فصل دوم اسکار با یوتیوبرها با 4 تا شرکت کننده. من میگم این دوربین کج نیست، همه چی کجه داداش، همه چی اوکیه دوست من. بذار یا مثلا غلط کردم. بچه‌ها امروز قسمت سوم با آیتم‌های جذاب دیگه اومدیم با مهمانان عزیز احمد، علی، امیر و حمید جیبولی و شاهین زیپک. عرضم به خدمتتون بره که برای شروع ما آیتم به قول معروف ریلز چیز رو داریم. یکی از بچه‌ها رو داریم، خدا رو شکر من رد شدم. از امیر و احمد رو دیدیم، الان میریم از حمید زیبولی رو ببینیم. حمید زیبولی کوش. حمید فکر کنم گم شدیم حاجی، پیدا نمیکنم ما این لوکیشن رو. حاجی کسی هم آخه اینجا نیستم بخوام ازش بپرسم. ببین حاجی از این بپرس، آدرس رو بپرس ازش بپرسم ببینم. سگم نگاه میکنم. رضا عطاران پلیز کامنت on my YouTube. ما گفته بودیم این رفته از باقی شرکت کننده ها استفاده کرده ویدیو ساخته. نمیفهمم شما رقیبید. آقا میخواد با ویدیوش ما رو فنا بده. خب ریزش بکن، ریز من گرفتم، من بودم دیگه. یه تیکه سگا واقعا افتادن واقعا سگ دنبالمون کرد. اول قبلش همینجوری با ماشین میرفتیم، بعد رندوم من شیشه رو کشیدم با این همینجوری عددفور در آوردم، 5 تا سگ افتادن دنبال ماشین. بعد گفتم حاجی ایده ویدیو دستم اومد. اوکی خیلی عالی. قسمت آخرم ریلز علی رو میبینیم و در آخر دوباره همه رو میبینیم و امتیازاشو میدهیم. خب یه آیتم استودیو داریم، نیازمند چیه دوباره؟ مغز. نیازمند مغز، نیازمند ذهن. تو که نداری میدونم. من که داداش من یا اصلا پیغمبر نیازی به تعریف نیست. خب آیتم استودیو داستان. متنی برای شما خوانده میشه، با دقت به اون گوش میکنید. عظمت. از شما بعد از اینکه داستانو گفتم از شما تعدادی سوال پرسیده میشه که دو تا سوال پرسیده میشه. دو تا سوال پرسیده میشه. یک داستان برای همه. هر کسی 2 تا سوال اختصاصی خودشو داره. خب 2 تا سوال ازش از در رابطه با اون متن میپرسم که یکیش تعداد حروفه. دارم راهنماییتونم میکنم. یکی از اون سوالات تعداد حروف به کار رفته تو کل داستانه. مثلا م چند تا بوده، ب چند تا بوده، ر چند تا بوده. میدونی منظورم چیه؟ یکیش اینه. برای همتون یکیش اینه. خودشو با همین اصلا تموم شد دیگه. و اون یکی سوال دیگه در مورد داستانه. فهمیدید؟ یه اتفاقی که تو داستان افتاده سوال اون میشه. حروف رو مطمئنم حداقل نصف اون جواب نمیدی. نصف تو میشه 2 تا. حداقل نصف آدما نمیتونه. و عرضم به خدمتتون بره که یه سوال دیگه هم در آخر داریم، سوال همگانیه که اونم حالا میفهمید چجوریه، اون مشترکه. خب آماده اید؟ داستانو بخونم براتون. فروغ و نقره قلمی قرمز رنگ دارند. ساغر خواهر قاصدک است. قاصدک عاشق شاپرک‌ها و سنجاقک هاست. نقره و ساغر با هم رفاقت دارند. آنها دیروز همدیگر را به آغوش گرفتند. شقایق مادر نقره است. او در اتاقش صندوق قهوه‌ای رنگ دارد و در آن صندوق ملاقه و قاشق نقره‌گون وجود دارد. شقایق می‌خواهد فروغ را عروس کند. فروغ عاشق غلام است اما غلام عاشق قاصدک است. قاصدک با رفاقت کردن ساغر و نقره مخالفت کرده است چون نقره از غلام حامله است. غلام با نقره به قاصدک خیانت کرده است اما میگوید تقصیر قاسم است چون قاسم عاشق قاصدک است. اما قاصدک به پدرش قدیر میگوید باید با قدرت دهن قاسم و غلام را سرویس کند. قدیر میگوید با قباد پدر قاسم رفیق است اما قباد هم عاشق قاصدک شده است. ساغر به قاصدک با خنده قرش پذیر میگوید ساغر به قاصدک با خنده قرش پذیر میگوید نقطه خاک خانه قهرمان به کلت که تمام قافها را به خودت وابسته کرده. سن پرتقال فروش چقدر بود؟ خیلی خوب. علی الان همه تو تو ذهنتونه. علی نفر اول چه کسی حامله بود؟ گلاب. گلاب. اصلا گلاب نداشتیم. قاصدک. خب اشتباه. چند سین در متن بود؟
داری فکر میکنی شمردی؟ یه بازه 25 تا 25 تا 25 تا واسا 25 شانس سال بعدی احمد به به قدیر کی بود؟ پدر فروغ پدر فروغ اشتباه قدیر مادر فروغ بوده بابای- بعدی که مادر نمیشه. حالا من آخر جوابا رو میدم. چند میم در متن وجود داشت؟ 42 باچی 42 تا نه میتونم عوض کنم؟ نه 38 38. حمید فروغ چی کاره قاصدک میشد؟ پدرش مادرش اشتباه. اخالش نه عموش همه فکرها عموش. چند شین در متن بود؟ 13 قشنگ بود عدد نه امیر ساغر عاشق چه کسی بود؟ غلام نقره نو نه اون ای کاش هیچ کی عاشق اون نباشه آره. خب الان شاید این داستان تو آمریکا باشه. جواب تمام؟ نمیدونم. غلامو بگو نه غلام اصلا من یه داشت می‌خوای غلام فکر داشتیم غلام داشتیم بابا آقا غلام آقا غلام یاد محمد آقا افتادم. محمد آقا اگر هستی ما ببین ارائه فقط بزن خواستیم. اینجوری بگم نقره از غلام حامله است. حالا بگو ساغر عاشق چه کسی بود؟ نقره از غلام حامل حاجی است. مثل این سواله مدرسه میگی سن شبیه پرتغال سریال فروش ترکی دیگه غلام. وقت تموم شد. غلام اوکی اشتباه. چند به در متن وجود داشت؟ به حداقل 16. 16. حداقل خوب اومدی خیلی خوب. علی چه کسی حامله بود؟ نقره حامله بود. اشتباه گفتی. و چند سین در متن بود؟ تو گفتی 25. 22 تا بود. ماشاءالله. هر کی نزدیکتر گفته باشه امتیازشو میگیره. نه اون قانون نداره احمد گفت قدیر کی بود؟ که اشتباه گفت بابای قاصدک و ساغر بود قدیر. چند میم در متن وجود داشت؟ تو گفتی 38 تا 27 تا وجود داشت. خدای شکر. خب حمید چشم فروغ دست چی کاره قاصدک چرا هیچکی میشد؟ دست داره احمد؟ فروغ چی کاره قاصدک میشد؟ دوست من خواهرش. فقط گفتم چند دوستش. شین در متن بود؟ 13 تا گفت. 15 تا بود. ماشاءالله. بعدی کی بود؟ امیر. ساغر عاشق چه کسی بود؟ هیچ کس. چند به در متن وجود داشت؟ تو گفتی 16 تا 15 تا بود. یه دونه بنازم. نایس. حالا امتیاز میگیری سوال همگانی. همگانی. اینو آقا همتون میتونید بگید. هر کی نزدیکتر بگه در نیاوردی چند تا بوده؟ چند غین و چند قاف توی کل داستان وجود داشت. ببین هم غین رو میگید هم قاف رو میگید و هر کی نزدیکتر بود کلا امتیاز میگید. من بگم هست؟ من قین رو فکر کنم بدونم قاین منم فکر کنم هلوش 28 تا اینا قین بذار بیاره جوابو. ببخشید قاف بذار جوابو بیاره. بگی چند تا غین بود چند تا من قاف؟ 27 تا میگم قاف بوده واسه قینم حمید میگه 27 تا قاف. چند تا غین؟ 20 تا قیناش بیشتر از قاف بود. همینقدر میتونم بهت راهنمایی بکنم به همه. خب همینه برعکسش کن برعکسش کن داداش اوکی. قاف 20 تا غین 27 تا. علیرضا 35 تا گاف خب قینم 33 تا 33 تا. امیر عوض هم میتونیم بکنیم میتونم عوض کنم بله بفرمایید. بابا اما ول تو کن بگو دیگه. خب بگو دیگه 25 تا غین 18 تا قاف 118 تا خب احمد بگه. قاین رو بگم هر دو رو. 26 تا کدوم؟ قاین خب قاف 16 خب تو میخوای عوض کنی؟ 21 غین خب قاف آقا 24 تا. عوض کنم ریدی چی بود اینجا تغییر تغییر دادم تغییر بفرما. آخرین مولده دیگه هر کی بخواد عوض کنه بگه. 32 تا 32 تا چی؟ اون یکی 32 تا قاف 48 تا غین بیشتر بود. 48 تا چی؟ این میگه قین بیشتر بود تو قافو بیشتر میگی خود صاحب این بازی داره قاف چی؟ قاف عوض آه نمی‌کنی. قاین بیشتر بود قاف بیشتر بود قین 47 تا؟ بیشتر بود داداش قاین بیشتر بود من نمیدونم. آره قین بیشتر. قاین بیشتر قاین قین رو گفتی 47. نه قاین و 59 چرا؟ منم میگم اون بیشتر نیست من قاف رو میدونم من قاف رو دیدم قاصد اوکی. قاف بیشتر. ای بابا
کل 53 تا یکی قاف نمیتونیم عوضش 53 تا 49 تا قاف داشتیم از تنها چیزی استفاده نمی‌کنیم عقل بچه‌ها. و 14 تا قند داشتیم. 49 تا قاف داشتی؟ 49 تا قاف داشتیم و 14 تا قند. تنها کسی که نسبتاً قاف رو تونست نزدیک به 49 بگه احمده که 53 تا بود. و البته اول احمد قاینو گفت 16 تا بعد عوضش کرد. پس 10 امتیاز کم می‌کنه. 10 امتیاز کرد وگرنه نزدیک بود. خلاصه از این آیتم هم هیچ امتیازی نمیگیره، فقط احمد یه امتیاز به خاطر اینکه نزدیک به قافش میگیره. خب حالا یک امتیاز که احمد بابت این آخری گرفت. توی آیتم سوالات چجوری بود سوالات؟ بذار من یه نگاه بندازم. آها حمید گفت همتون که اون سوالا رو جواب ندادید هیچی. نه به خدا. حمید گفت 13 تا 15 تا بود. قرآن جواب 2 تا اختلاف داشت. علیرضا گفت 25 تا 32 تا بود. خیلی دور بود. علی جواب داد. 25 تا نه چند تا بود؟ خیلی دور. 23 تا بود. علی خیلی وارد بود. نه 2 تا اختلاف. نه 20 آره. علیرضا ببینم علیرضا 22 تا بود، تو گفتی 25 تا. آره 3 تا و امیر هم که 16 تا گفت 15 تا بود. یک دونه اختلاف. احمد 38 تا گفت 27 تا بود. احمد خداش. که خیلی دور بود ولی تو یک امتیاز از اون بر اونو گرفت. امیر خیلی نزدیک گفت. امیر یه امتیاز. امیر یک امتیاز. مرسی عالی شد. مرسی فداتون. احمد هم یک امتیاز. به به نه واسید یه حرکت دیگه میزنم. امیر و احمد 2 امتیاز ای می‌گیرن. بابا. به حمید و علیرضا 1 امتیاز. ماشاءالله. چی نگفتیم؟ نه نزدیک گفتی. برای اینکه به شما همه چیزی داده باشیم به اونا 2 میدیم به شما 1. آره. دیگه چیزی هست نه؟ اوکی آیتم داریم. آیتم استادیو. Oh my goodness. آیتم ویلا. Oh my goodness. ببخشید آیتم ویلا. گفتم استادیو ولی اشتباه گفتم. ماموریت دارید؟ به به چه ماموریت چیه؟ خدا شکر. به نظرت ماموریت چیه؟ ماموریت خدا شکر. سنگینه. فوتبال دستیه. ممنونم. به یه خوشحالم ماموریت که اومدم. دیگه من میدونم قضیه چیه. چیه؟ فوتبال دستی بازی می‌کنیم نه. هر کی برد. نه پشمام. برای بیلیارد بازی کنیم بچه‌ها. بریم. نه بابا وایس بابا پشمام. باش. باش اومدی به فوتبال دستی خوش اومدم. ماموریته. آقا به نه. فوتبال دستی روبروی خود نگاه کنید. ببین محمد علی باید گل بزنی. کردم خاکش رفت تو صورتش. محمد علی پاس میدی به کریستیان. اونلی پاس تو کریستیانو رونالدو. اوکی؟ به فوتبال دستی روبروی خود نگاه کنید. خب. عادی چقدر عجیبه. بزنم به تخته. نگاه کن. آقا یه دقیقه صدا گرگی در نیاد. آقا یه لحظه دورم. پشتم. 5 دقیقه فرصت داری گل بزنی. پسی خورت میکنم ها. توجه داشته باشید اولین نفر که 10 تا گل بزنه بازی تمام میشود. 10 تا گله. 5 دقیقه بعد 10 تا گل بزنیم. نه دیگه 5 تا هر کی بیشتر بود 10 تا بزنی زودتر از 5 دقیقه تمومه. شما 5 دقیقه فرصت دارید گل بزنید. توجه داشته باشید اولین نفری که 10 تا گل بزنه بازی تمام میشه. شروع شد. اینجا رو نگاه. بزنش تو. خودت بزنش تو. ماشاءالله. خودت بزنش تو. ماشاءالله امیر ای جی آه، کینگ گل زدم. گل اولو گل میزنه. اولو. ماشاءالله. واو. بواتنگ. بابا زیر علی 10 ثانیه. شاد. زیر 10 تمامه. ثانیه. شنیدم. گل دوم. ماشاءالله امیر ای جی کینگ 2-0. آه وای اوه همین چی بسه رونالدو. وایسا داداش. برو بعدی. این حق نیست که من هی اوه آقا من باگمو فهمیدم. اینجا رو نگاه این بیچاره اینجوریه. آه امیر ای جی کینگ چند تا زدی؟ 3 تا 4 تا. موفق باش. اوتت پنالتی. برسه. اوت پنالتی داره. داور داریم اینجا بابا. با من قانونا داور بدو. او دمت گرم. تکون خود تو. نامردیه. کریستیانو. رونالدو. اوه ماشاءالله امیر رکسا. وای بابا خیلی مزخرف گل میخورم. بزن داداش 3-1. بلد نیست. بلد آقا این نیست. واقعا دروازمون من یوبسه. بابا تمومه. داری میکنی من فقط دارم حمیدو می. 4 قشنگ بود. ماشاءالله واقعا؟ بابا
وای بابا 5-2. آیا کامبک میزنی یا نه؟ جوجه رو در میارم واسش گل. شایان شانس آورد. داشتم کور میشدم. مسابقه داشتی توپ چرا همینجا داره میره؟ اوه شلوغش نکن داداش. بابا آقا به خدا قبوله بابا میبازه 5-3. بابا داری برمیگردی به بازی مرد. داوود ایوه برو بیا. آقا نقشت اینجا چیه شما؟ 5-1 همین خاک بر سرت. اوه. همین بزن. اوه. همین آمون نکن. همین 2 دقیقه وقت داری. همین دکتر دیسریسپکت بفرمایید. چرا آها اوت زدن. بله میشه برامون خطا نگیری آیا احمد بیا داداش. تبریک اونو میگم. بزن 6-3 یه داداش داشت صورتم داشت میرفت. زیر روم چشات. آها 5-3. وای بابا برو تو دیگه 5 4 3 2 1 و 0. آره دیگه 6-4 مغلوب شدی. اب نداره. خسته نباشید. فدات شم. آقا خسته نباشید بازی بسیار خوبی بود فدات شم. 5 4 3 2 و 1 تمام شد. تمام شد. اب نداره. حالا اونم اونم حساب بزن. می‌کنیم. در نهایت بازم 5-4 باختی. یالا 5-4 باختی. اب نداره. شرافت تو کمی از دست دادی نه زیاد. ولی من به شما تبریک میگم. هدیه. بریم امتیازها رو ببینیم و هدیه مدیه اینا رو هم من نخواست. اون بعد اوکی این آیتم که همه چیزش مشخصه. حمید 4 امتیاز، علیرضا 5 امتیاز، امیر 6 و احمدم 4. مرسی. خب آقا بعد از این تمام خستگی هایی که به شما دادیم، مغزتون رو اذیت کردیم، حالا یکم ملایم میکنیم. یه آیتم استودیو داریم. خیلی نه کاریتون ندارم. این یکی هم سوالش هم امتیازش حالا خودتون میفهمید چه مدلیه. آیتم همگانی هم هست. یه سوال از همتون میپرسم دونه دونه بهتون میگم کی جواب بده و داره میخوابه. به ترتیب میخواد. شارژش از بین رفت. اگر یک مداد و پاکن داشتی، چی رو به دنیا اضافه و چی رو کم میکردی؟ اول امیر بگه که ببینیم چی میگه. یه خودکار یه مداد داشتم چی اضافه میگی؟ اگر یه مداد و یه پاکن داشتی، چی رو به دنیا اضافه و چی رو پاک میکردی؟ یکی مثل خودم اضافه میکردم. همین بابا. جی مستر رو پاک میکردم. اوه همین چی مستر کسی رو بغل کردی که میخواد پاکت کنه خاکت کنه. الان بدبخت. جواب همین بود؟ رید نه بد. جدا باید جواب بدم. آره دیگه جدی جواب بدی. جواب فلسفی یا مسخره بازی؟ فلسفی فلسفیش کنیم به مسخره بازی هر جور دوست دارید. امتیازش بیشتر به دلیه، میدونی؟ من برای اینکه خفه شو. نوبت امیره. اینه. امیر بگو. من برای اینکه بیننده ها دارن این برنامه میدیدن، من تمام درد و مریضی ها رو از دنیا حذف میکردم. تو نمیتونی خب پاک پس می‌کردم. دکترا بیکار میشن به درک به دکترام حقوق بازنشستگی میدادم. خب پس با مداد حقوق بازنشستگی حساب می‌کردی، پاکن بیماری ها رو حذف می‌کردی. آره دیگه. به نظرم آفرین. نمیخوام کسی مریض بشه. خب حمید من دوست دارم قطره های بارون رو پاک کنم بهش قطره پول بیارم. خب داداش اینجوری ارزش پول از بین میره. خب تموم. بره. عوضش از اون طرف میام هرچی آدم پلشترم پاک میکنم. هرچی آدم پلش. آقا اینجا دیگه داره همه رو نه میسوزوندم. خیلی خوب. علیرضا بی‌عدالتی رو پاک میکردم. علیرضا چی بکشی؟ نقاشی من اسپایدرمن رو پاک میکردم بتمن رو. داداش من دروغ از این دنیا پاکی چی رو میکشی؟ عشق و وادار تو رو میکشیدم. اوه یه دونه احمد میکشتم واسه خودم. واسه خودت یه لولی نه ولی جدی دروغو پاک میکردم. کمک یاد بگیرن که بقیه به بقیه کمک کنن و خوبی کردن و بیشتر خوبی می‌کشیدم. کردن آره. رو بیشتر. من قلبم مثلا احمد خوب من جنگو پاک میکردم هرچی که داره میاد.
خودتو پاک کنم. خیلی قشنگ قشنگ گوش ندادین. خیلی چرا گوش قشنگ نمیدی؟ گوش بدین. ازت چی گفت؟ چیز خوبی میگه. جنگو پاک میکردم. چی اضافه می‌کردی؟ جنگ دوباره جنگ جنگو بیشتر. می‌آوردی. جنگ زمانی. یه جنگ بدتر می‌آوردم. نه ولی دوست دارم یه جوری پول برسونم به همه. بارون پول. بارون پول. واقعا بارون پول. چی گفتید شما به هم خیلی؟ یه چیزی اضافه کثافت شاید بهارش میکرو بر. ای خدا. اوکی حالا خودت چی؟ خودتم بگو. سعید خود من حقیقتشو بخواید من هیچی رو نمیخوام پاک کنم چون نظم به هم میریزه حقیقتا. بی‌نظمی رو میکشیدم. تو حتی اگه به نظر من جنگم پاک کنی باعث یه چیز بد میشه. یعنی من حس میکنم همه چی نظمی داره و هر چیزی نبودش حتی اگه بد باشه باعث میشه حتی یه چیز بدتر هم ایجاد شه. بله و اینکه چی بکشم یه مداد داشت که چی به دنیا اضافه میکردم حقیقت اونم پول دیگه. همه پول میخوان دیگه. یه کارت بانکی که بی‌نهایت باشه. آره برای خودم فقط. نه خسته نباشی آره ولی در کل من حقیقتا عقیدم اینه که نباید به چیزی دستکاری کرد. هر جور فکر کنم هر چی دستکاری کنی چیزی خراب میشه تو ذهنم. حالا نمیدونم خودت تو چی؟ من نحوه به دست آوردن پول رو پاک میکردم. یعنی از این راه ها پول بهت ندن، هر چی کار خوب کنی بهت پول بدن. هرچی بیشتر. مثلا هر چی بری مثلا آشغال جمع کنی، مثلا میگن آقا برای خریدن این گوشی تو باید 40 تا کار خوب کرده باشی، واحد پولی اون اسکناس نباشه و این پول اسکناسی رو حذف میکردم. تو بگو قشنگ‌تر. بهش کدومه. اینجوری باشه حمید به چی نمیرسه. یک دو تا گاهی چی نمیرسه. حمید گدا میشه. خب سعی می‌کنیم بچه‌ها این آیتم یک چیزی که هست اینه که میخوام هر کسی به خودش امتیاز بده. امیر به خود چند امتیاز میدی؟ من صفر. صفر میدم بدا. او گنگ شلوه داشت. من به خودم صفر میدم. نه جدی صفر حرفمو به خاطر امتیاز نزدم. بابا یه چی بابا بگو دیگه تام بابا. 5 من 8 میدم. منفی 41. 5 5 3 اوکی هر کسی همون نمره‌ای که خودش خواست رو بهش میده. به به ماشاءالله. بابا حریص بدبخت. حریص بدبخت در میگفتی. کثافت. 8 بارون پول. حمید 8 امیر 5 احمد 3 داریم با بس میکنم شما مثلا حریص بدبخت تو پرده رو میکشه کنار میاد مثلا حمید چه مسته؟ ببین حمید بچه اینجوری میکنه داره فکر میکنه یه جوابی بده ولی از اونجایی که شاید IQ بچه پایینه، میگه زول میزنه منتظر حرف من تموم شه زری بزنه IQش که پایینه دهنش یه رو موقع طول میکشه. دهنش میونه حرکت ببین یه رو طول میکشه گاهی بخواد یه جوابی به من بده. اول حرفای همون گوش بدید جواب اصلا ارزش که وقتی که بخواد جواب به من بده یه رو من اوکی بسه اون دوتا به هم میگم میخنده این دوتا کلگل اونم که اصلا خوابش میاد. خیلی خوب آقا آیتم ویلا داریم یا آیتم خیلی جذاب بریم ببینیم. مأموریت داری. مأموریت درست. ماموریت بفرما چای. ماموریت چی؟ نه مرسی. علی آقا بفرما چای. نکته شما. ماست مالی. چی مالی؟ ماست مالی ایول. لیستی از سوءظن‌های یک پدر نگران که به پسرش مشکوک است و یک همسر فداکار که به شوهرش شک کرده است در اختیار شما قرار دارد. سوءظن‌های خود را برای یکدیگر بخوانید. شما باید در یک جمله شک طرف خود را برطرف کنید. بهترین ماسمالی برنده است. فهمیدید؟ نه بعد برای هم ماسمالی کنی؟ یه سری سوءظن دارید که باید تو ماسمالی بکنید برای آره. هم دیگه. آره. اوکی آره. بپیچونیم آره مثلا. بپیچونید. زمانتونم محدوده و شروع شد. حمید بله من دیروز روی لباسش رد ماتیک دیدم. خب چرا انقدر فکرای منفی میکنی؟ شاید تو محل کارش زنه داشته میافتاده لبش کشیده شده روش. آخه مگه میشه کی اینجوری چرا میافته؟ بچه جدیدن زنه کفش پاش آخه جدید- زن اینجوری میافته رو کفش گردنش. پاش بلند جدیدن منم فاز میافتم. همه دخترها فاز گرفتن کفش پاش بلند بوشم عادتم ندارم میافتن دیگه. مثل لبام آقا احمد از چی بگم؟ بگو آقا آجی احمد. بگو. هر چه دل تنگت میخواد دیروز بگو. لباس روشن چیه؟ خب. زود لک میگیره. روی لباسش رد موتیک دیدم. ماتیک نبوده. وای این قسمت ببین بعد چی بوده؟ آشپزی میخواد بکنه رب میدونی که تو نصف غذا استفاده میشه بعد لکش هم هیچ جوره نمیره. شما روبتون رو با لباتون
اشتباهات همینه دیگه. وقتی غذا رو میخوام مزه کنن خب با دست پاک کرده مونده. نه دیگه جای روژ ماتیکه. نه. رو بو میده، ماتیک بو نمیده. بوش میره. ماتیک قشنگ جاش نه مشخص بوش میمونه. بعد یه مدتی میره. بوش میره. یه ذره بمونه بوه میره دیگه. دیروز اصلا آشپزی نکرد تا رو جای رو بمونه. بعد خب آخه اون به کنار، خب یه منوچهری هم تو گوشیشه، بعد هر سری زنگ میزنه میره بیرون باش حرف میزنه. لهجه گرفت اینجا آقا. خب شمالی شدم. شاید یه به موفقیتی رسیده که نمیخواد بهت بگه که با یه سورپرایزی برات یه ماشین یه چیزی بخره. از کجا میدونی؟ آخه اون یه پراید 83 به زور داره، چی ماشین میخواد برای من بخره؟ والا نمیدونم چی بگم، ولی خب آدم انقدر زود قضاوت نمیکنه تا یه سری چیزا رو از نزدیک ندیده عزیزم. ببین یه یاروه هست خب. اسمش منوچهره، خیلی انترفیسه. بعد قصابه دیگه، منوچهر قصابه، بهش زنگ میزنه، هر وقت بهش زنگ میزنه این سری میره بیرون، سری میره چرا؟ بیرون صحبت کنه که من نشنوم. آقا اصلا خانومای خونه با قصابای محل خب آقا اون توی سایت جای دیگه است اصلا. نه آقا بذار توضیح اون بدم. برای یه ببین سایت دیگه زنگ است. میزنه آقا منوچهر امروز گوشت رسیده. آقا منوچهر بله سریع آماده میشه میره گوشت رو میگیره میاد. کدوم اینجوریه گوشت قصابی. آقا منوچهر چرا شماره خانم شما رو داره که زنگ بزنه چون بگه به شماره من منو بگیره؟ من گوشت میگیرم، خانم من گوشت نمیگیره. نه خب تو یه بارم در مغازه مرد منوچهر خونه نرفتی. میگیره. من همیشه گوشت میگیرم میارم خونه. از منوچهر خانم میگیری؟ همیشه به من میگه گوشت بخر. از اون هیچ وقت- منوچهر نمیگیری که. اون اصلا گوشت منوچهر نمیخره گوشه. بیاره. یه چی بارم میاره؟ نشده گوشت بخره بیاره خونه. تو نمیبی تو اصلا خونه نیستی. چرا خونه نیست؟ اصلا تو تو نه از کجا آشپزی می‌دونی؟ شدی. یخچالو باز میکنم، گوشتایی که خودم خریدم اونجا چیده شدن. آقا این از کجا میاد تو خونه نیستی؟ آقا این خود منوچهره. عجیب داره بعد من قرار نیست ماسمالی کنم خودم دارم میام تو. خودت لو آقا احمد داری خرابش می‌کنی. قلب ما تیر کشید. ببین نه میخوای چی بدترشو شکاک بگم؟ شدی سنت هم رفته بالا. الکی 23 سالمه. الکی داری شلوغش میکنی. رو لباسش یه تارمو بلندم بود. تارمو که تو غذا هم پیدا میشه عزیزم. بلند بود میفهمی؟ تارمو که تو غذا هم پیدا میشه عزیزم. من میرم خونه مامانم میخوام تارمو کیو خورده؟ نه خود ربطی نداره. تو بیرون میری تو هوا تارمو هست دیگه، میاد یهو میره تو دهنت. حالا تو بیرون نرفتی تا بری تا مو بره دهنت. من میرم بیرون مو میخورم. مو میخوره. میخوری؟ من نمیفهم. راه میره مو میره دهنه؟ آقا تو هوا تو هست. راه میری هر چیزی ممکنه بره دهنت؟ آقا ربطی نداره. میری توی جمعی یه جایی نشستی یه موی اونجا رد و بدل میشه، مویی میاد. میخوره یه جا میگیری. مو رد و بدل میشه، یه جا چیز دیگه رد و بدل شه، همه میره تو دهنت. مو حالا خوره اینقدر داره. شکاک نباش تا چیزی رو به چش نبینه آدم نمیاد قضاوت کنه که. خب مو دیدم. مو ببینی عین این میمونه که من بگم انگشت دیدم، ولی خب اون انگشت ممکنه هر جایی بره. کجا بره آقا؟ آقا جان میگه مو دیدم. داری جمع میکنی یا پند میکنی؟ آخه ربطی نداره عزیزم. ببین یه چیز بدتر من دیدم. چی دیدی؟ روی لباسش یه تار موی بلوند بود، اما موهای من مشکیه. موهای خودش نمیتونه بلوند باشه؟ نه موهای خودش مشکیه، موهای منم مشکیه. خانومتون چند سال سنشه؟ بس دیگه 22 23. خب 23 سال زندگی کرده، شاید یه دهه از زندگیش موهاش یه رنگ بعد دیگه الان بوده. تارموش مونده. شاید تو الان دیدی، شاید لباسا رو خیلی وقت نه من همیشه نپوشیده. لباساشو خودم اتو میزنم، خودم تا تو میکنم. لباس آره آره آجی دلم آره یه خلاصه موی بلوند پیدا کردم، موهای خودش موهای مشکی. خودشه عزیز من. موهای من اصلا میاد. خانوما زیاد شاید آرایش منوچهر. شاید رفته آرایشگاه اونجا ولی مو زیاد بوده منوچهرم یه چسبیده. مدت موهاش بلوند بود. منوچهر موهاش بلوند بوده؟ من چرا به قصاب بود اسمش دیگه. نمیخوره. آپدیت دیگه. من میگم شاید رفته آرایشگاه اونجا بالاخره خانمای زیادی میرن میان دیگه، مو زیاد چسبیده به لباس. آرایشگاه نمیره، مامانش آرایشگره، مامانش کوتاه میکنه. رنگ موهای مامانش هم مشکیه. مطمئنی آرایشگاه آره. نمیره؟ تو کیفش خب یه حلقه ازدواج دیدم. شاید واسه تو خریده که واسه روز زن یا پدرسگ تولد. ما 10 سال ازدواج کردیم. شاید میخواد حلقه رو ریمیک کنه. یعنی چی مگه لستوباسه؟ من نمیدونم، شاید میخواد یه حلقه جدید بخره عشقتون پایدارتر بشه. بالاخره خیلی الان تو این دور زمانه این کارا رو میکنن، بالاخره میان سالانه بر هم دیگه جشن میگیرن، این سری کارا میکنن. ماهانه که- حتی حتی ماهانه میگن واقعا؟ ماهگرد مثلا آشناییمونه. یعنی واقعا دوستم داره؟ واقعا دوستت داره به نظر جدی من. میگی؟ زود قضاوتش نکن. باش مرسی. منم
خیلی بالا. یعنی این ربات‌ها خانم محدود بیشو. توی کیفش یه حلقه ازدواج بسته‌بندی شده هم پیدا کردم. آلزایمر هم که گرفتی خدا رو شکر. چرا؟ حلقه خودته. خودت بهش دادی. حلقه من تو دست خودم هم هست. خب شبیه اون نیست. یه مدل دیگه است. اگر یادت باشه عوض کردی. اگه عوض میکنم برای خودم هم عوض میکنم. نه دیگه. ست دیگه. اون میخواست، اون چند ماه پیش یاد نیست. خب به من زنگ زدی گفتی چرا برای من عوض نشد برای من؟ به من زنگ زدی گفتی طلا فروشی میشناسی اینا رفتین عوض کردین. چرا یه سر داستان به تو میخوره این کار داری میکنی؟ ای دارم میرم تو. الکی شکاک شدی. خب خانومت هم اینجوریه از دستت ناراحت. میدونه میشناسه خانم تو. به من میشناسه. نگران نباش، یه دوره تراپی پیش احمد اوکیش میکنه. احساس میکنم قصاب جدیدی اضافه میشه به زندگیمون. چند وقتی تو کیفش قاشق پیدا میکنم. خب حس میکنم با قاشقش کوکائین میکشه. آخه با کوکائین با قاشق نمیکشن، هروئین با قاشق. شاید اینجوری داره میکنه که من بهش مشکوک نشم. ببین چه ربطی داره، شاید بره بیرون نظری عدس پلو یه چیزی بخوام بدن. خب قاشق نمیشه، ولی قاشقش اصلا کثیف نمیشه. کثیف نمیشه. خب شاید تو جوب میشوره. من خب برای چی باید تو جوب بشوره؟ بیاد خونه بده مامانش بشوره براش. خب تو شاید میره گم میخوره روش نمیشه بیاد بده مامانش بشوره. چه ربطی داره؟ پسرمونه، گوشو شستی مینمه مدت. حالا یه دونه قاشق میخواد بیاریم گوه روم نمیشه. حالا یه قاشق دیگه، حالا شاید یکی بهش کادو داده قاشق داده. نمیدونم، من اصلا ذهنم نمیره سمت چیزای مثبت. شاید اصلا لقبش همینه، یه قاشق هم دادن بهش. به راجع پسر من درست صحبت کن. معذرت میخوام. من معذرت. اسمش هم محمد ولی باز. حالا بیا این قاشق ببین علی چند وقتیه تو کیفش یه قاشق دارم پیدا میکنم. قاشق دیگه میره رستوران غذا میخوره یهو میری قاشق چندشش میره. وسواس، خیلی آدم وسواسه. آخه چنگال نیست. چنگال با چنگال شاید نمیخوام. من خودم تا 6 سالگی هستم با چنگال غذا نمیخورم، فقط با اون قاشق. 6 سالش نیست. خب شاید این یه عادت از من بچگی با مونده. دست غذا میخورم. این نه با دست غذا میخوره، اونم فقط با قاشق. حالا اصلا می‌خوره. اوی که اصلا شبا میاد خونه لاغر شده، زیر چشاش قرمزه اصلا. خب رژیم دیگه قاشقشو میبره. مثلا دکترش گفته که فقط 3-4 قاشق بخور. آره اون فقط با قاشقش میخواد اندازه بگیره کم بخوره، میخواد رژیم چیز داره باشه. لاغر میکنه. آره خودمو نگاه، من خودم هر جا میرم قاشقم میبرم. حالا جدای اون آها. شبا که میاد خونه چشاش قرمز، خیلی هم لاغر شده. اه. باشگاه هم که نمیره. خب شاید میره بیرون میدوه، عرق میکنه، عرق نه اصلا لباسش هم بو نمیده. شاید لباسشو در میاره ورزش میره، شنا میکنه شاید شنا میکنه. خب کلاه لباسی میره. با خودش نمیبره که عوض کنه، با چی شنا میکنه؟ شورتش هم خیس میشه اونجوری که. خب شاید یه جایی میره که کسی نیست، لخت میره شنا میکنه. تو از کجا میدونی؟ چرا پسر من اصلا بره؟ بابا تو مگه هموم بابا نداری؟ لخت شنا کنی شنای چاکرای پروانه. شیشم هفتمت باز میشه. اصلا خیلی میدونی شیشم مفیده. هفتم کجاست؟ شیشم هفتم همونی نیست میگه آدم میمیره میان شیشم نه هفتم. چاکرا. نه شیشم نه دارم مسخره میکنم. جای خوبی نیست. من هیچ کدوم حرفی که میگم اصلا منطقی نیست. برای چی باید لخ بره تو آب بیفته؟ ببین مگه خب پسر من گیه؟ چه ربطی داره؟ تو رب داره دیگه، برای چی لخ باید بره بیرون بیفته تو آب؟ خب مگه این همه آب خدا دیگه میان تو آب شنا. خدا اون وقت تو ایران لخ بره بیفته تو آب. بگو زیر تختش چی پیدا بابا کردم؟ چی؟ پیکنیک. پیکنیک؟ خب رژیم همینه دیگه. باید خودش غذاشو آماده کنه، خانواده مثلا بهش گیر میدن. آخه چرا آشپزخونه هست تو خونه. نه دیگه، مثلا مامان من بهم گیر میده، میگه اینا چیه میخوری، همینا رو میخوری، اینقدر جون نداری. نمیتونه سکون بیاد شدی. 2 قدم از نه اتاقش دیگه، بیرون تو آشپزی اتاقش کنه. داره چیز میکنه دیگه. بعد ببین رژیم ارتشی شاید گرفته. رژیم ارتشی اینجوره که زیاد نباید تحرک کنی. من خودم تحرک کردم، به فنا رفتم. خیار سفالی می‌خوره. آره دیگه، مثلا همون کنار تختش یه پیکنیک گذاشته، سری یه غذای رژیمی درست میکنه با همون قاشقی که توی کیفش همینجا میبره با اون میخوره. حالا جدای اون زیر تختش یه پیکنیک کوچولو هم پیدا کردم. پیکنیک کوچولو؟ آره پیکنیک کوچولو زیر تخت قایم نمیکنه. نمیدونم همه چیزو داره قایم میکنه. بعد تو میگی من این دیده مثبت داشته باشم. داداش خب- من ریدم تو این بچه. هی گفتم بچه بیاد شاد میشی، خوشحال میشی. من ریدم تو این زندگی. داداش خب تو نتونستی بچه‌تو درست تربیت کنی، چرا سر من داد میزنی؟ تو بیا یه خورده حرف بزن. تو رفیق من مگه نیستی؟ من به ببخش. من برام اهمیتی خورده نداره. دلداریم بدی. ببین من میگم چیزی نیست، بچه تو این سن رشد کارهای عجیب غریب میکنه، این کارو داره برای جلب توجه میکنه، شاید صحنه سن سازیه. رشد 25 سالشه داره رشد میکنه. خب آره آره منم هنوز روش می‌کنم. محمد طاها راست میگه محمد. راست میگه محمد. پیکنیک واسه چی خریدیم؟ ما خودمون که خب پیکنیک شاید میرم داریم. بیرون جوجه میزنن. خب برای چی به من نگفته با ما می‌خوایم بریم بیرون جوجه شاید میخوام با بزنیم؟ دوست دخترش جوجه بزنه. خب با تو چرا؟ رو ببره. با دوست دختر- دست خر ببره اونجا کنارش برام بشه. با دوست دخترش هم لخ میره تو استخر.
غلط میکنه. به تو چه 25 سالشه. توی جیبش یه بسته قهوه‌ای پیدا کردم. خب خیلی هم بوی بدی میده. سماق دیگه. سماق میزن چون غذای رژیمی اصلا طعم نداره که. غذای رژیمی نیست چه بده. غذایی که اصلا مفید نیستن مثلا فست فود و اینا خوشمزن. این غذاهای بی طعم میخوره اینا یه سماقی میزنه. سماق رو به منم بده. آخه حاجی آره. من سماق خودم میخورم، این بوش یه چیز دیگه است. سماقای مختلفی داریم. رستوران برو سماقا رو بو کن، بوهاشون خیلی فرق میکنه. شهرهای سماق مختلف میزنی که داره. غذای کم طعم داشته باشه، عطر و بو داشته باشه که راحت بتونه بخوره. ایول عالی شد. خیلی قشنگ شد. توی جیبش هم یه بسته کوچیک پیدا کردم که قهوه تیره رنگ خیلی بوی بدی هم میده. داش اون 100% تریاک. به من میگه لواشک من جدیدن لواشک خیلی دوست دارم. نه من چی بگم به این؟ نه اون تریاک. تو صدای اتاقش هم میدونی چی شنیدم؟ آهنگ گذاشته ای قدرت تریاک. من نمیدونم اینا رو. میگه بابا حال میده اینا رو گوش میدن. داش تا حداقل جوونا همه رپ گوش ببین میدن. حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که ازش حمایت کنی تو این دوره زندگیش، ولی مطمئن باش حمایت کنم که بره مواد بکشه. چقدر داد میزنی تو؟ اصلا تو پسرت کو؟ پسر من جدیدن میاد بیرون. مثلا پسر ندارم. تون تریاک یادم تو خودت داری میکشی همه اینا رو. من ولی اصلا قانع نشدم. به نظرم باید مچ یه جا بگیرم. ای بابا. آره واقعا من قانع امتیازم بهت نمیدم. تموم شد. آقا تمومه. اوکی. من مزه. تموم شد. چقدر خندیدم وای دهن حمید فقط حمید. احمد که خودش شد اونی که اصلا دنبالش بودن. حمید که تو بچه دار نشد. محمد آمد هیچ قضیه محمد طاهر رو جز ما ستا نمیدونه نه؟ همینجا بود. کیا هم میدونه. تو شیر کیا بهارم بهارم میدونه. کیام بود؟ آره دیگه. کیام بود راستیو. عرضم به خدمتتون که علیرضا خیلی خوب جمع کرد. واقعا خوب جمع کرد. حتی اون قضیه سماقه خیلی خوب بود. علیرضا به نظر من بالاترین امتیازو داره تو این آیتم. این یک. اصلا اسم احمد میاد خندم میگیره. آقا اینقدر خوب جمع. احمد باشه. منفی 10 میگیره. حمیدم خوب جمع کرد. امیر راضی شد تا حدودی و تقریبا میشه گفت حمیدم خوب بود. حمید در رتبه دوم، امیر سوم و احمدم که چاکرم. منوچهر. علیرضا 8 امتیاز میگیره. آقا دروغ بلد نیستم چیکار کنم؟ علیرضا 8 امتیاز، حمید 7 امتیاز، امیر 6 و احمد 5 هرچی امتیاز. امتیاز کمتر بگیری بهتره. مردونگی بیشتری داره. راست میگه. این آیتم امتیاز مردونگی هم میخواد. صداقت. داداش رفتی صداقت. تو خیلی من مردونگی من داری. نمیتونم اینو بگم. تو اتفاقا امتیاز مردونگی رو خوب میگیری. میدونی که خونه هست خونه نیست. همه چی دسته. خب ببین چیکار کردی زنت به من درد داده. و حالا مجموع این سه قسمت هم بهتون بگم. حمید میشه 55، امیر میشه 55. برابرن. قسمت چهارم چه حساس میشه. احمد 53 چجوری شد؟ و علیرضا 60 امتیاز. باریکالله. 55 حمید، امیرم 55، احمد 53، علیرضا 60. قسمت آخر همه چی رو مشخص میکنه و خیلی حساسه و دمتون گرم که دیدید. بریم که انشالله هفته دیگه برای قسمت قسمت چهارم. بعدی.